فقر افتخار نیست. ثروت نعمت پروردگار است. فقر و تنگدستی هیچگاه افتخار نیست. فقر نشانه ناتوانی، عقب ماندگی، خواری و ذلیلی است، نه نشانه شأن و شرف. آیا شما برادران یگان بار دیدید که شخصی به هنر و نادار در جامعه عزیز باشد؟ پس از کجا پیدا شد که پیامبر علیه السلام فقر را انتخاب کرده باشد؟ بعض افراد امروز فقر را مدح میکنند و آن را زاهدی مینامند. با این افکاری ساخته جوانان بیکار را مغزشویی میکنند تا آنها کار نکنند، هنر نآموزند و از پیشرفت دور مانند. همیشه میگویند پول خوب نیست، ثروت خطرناک است، مسلمان باید فقیر باشد. این اندیشه تماما نادرست است، در حالی که در تاریخ میبینیم حضرت سلیمان علیه السلام با فرمان خدا صاحب ثروت بزرگ بود. عثمان ابن عفان رضی الله عنه یکی از ثروتمندان صحابه بود و دارایی خود را در راه خدا صرف میکرد. بسیاری صحابه و علمای حقیقی هم ثروت داشتند ولی با هنر و ایمان از آن استفاده میبردند. ثروت اگر با ایمان باشد نعمت پروردگار است. ثروتمند بودن گناه نیست، بلکه ناتوان ماندن، بیکار گشتن و بی هنر بودن عیب است. جوان باید با هنر فعال، صاحب کسب و صاحب معرفت باشد. فقر را وسیله نکنید تا مردم از کار نمانند. فقر افتخار نیست. افتخار در کار کردن، هنر آموختن، ثروتمند شدن و به جامعه خدمت کردن است. مسلمان باید زیبا زندگی کند، از هنر و ثروتش به دیگران فایده رساند. فراموش نکنید ثروت وقتی با تقوا باشد فضل پروردگار است. پیام من به برادران خصوصا جوانان این است که به هنر مباشید، هنر آموزید. بیکار مباشید، کار کنید. فقیر نباشید، تجارت کنید. ثروتدار باشید اما با وجدان و ایمان. ثروتمند و با هنر باشید، نه نادار و محتاج. همین از افتخار حقیقی.